kantar bu kantar değil. Topte. Ana kek vura bez. Yakın vura bez kol. Bez. Ha tormuş kolu kadar. Bir kafa tormuş ama sonra ama çekiyor sos şu dakika. Böyle burada topte burada. Topte. Ya kantar tez. Topte. Ana kek vura bez. Ha yakı bez. Sozay ku. Ha? Noziajon? Noziajon imuri ma şer میگه برای ما نوزیاجون. کویا شعر تبگو ما فهمو؟ گچه او گوسی گاگا بچی بدم را بگو؟ گوسی گاگا بساتی دادا نور چیزی دامو ولی پکرا. اوه دیدی خیلی ما شعر از اون kadar. تو چه هم شعر میدونی؟ نمیدونی چنی؟ نه بچه جانی ما هم شعر از اون میدونم. باز یکی حال با دو دیگر میگه برای ما فهمیدی؟ گوسی نمیدونی تو؟ میدونه چی نمیدونی بچه همش میدونن همش کابل جون گفت کسی داره سلام علیکم دادر جان کی خونه ده اما که فرید نکن دادر جان ها هستش ما رو پیدا داره کی بچه نمیدونم بسم الله بیا برادر اکا خونه بحریدین کنم اینجا ده خونه پدرش در اینجاه سه برادرش زندگی میکنه خونه خودش در کوچه بولوگیه ای بحریدین گذشت برادر میدونم که خدا رحمتش کنه که اوید یک مسئله که گپ زده میتونیم تینجی بوده که اوید یک مسئله گپ زده میکنه ماش مرحبا این داره خونه میتونید برادر که چی نه مرحبا درس میگم خاص میشه خوشوانیم برادر خوشوانیم سلامت باشین اکا جان شما رو من نشناختم برادر ما همکاری بحریدین مکه همکار؟ بله در نتیجه همین تجارت که همین بحریدین از ما $10,000 قرض گرفته بود که چند هزار؟ 10,000 چه $10,000؟ $10,000 قرض شما رو یکم سخن نکردم که ما $10,000 قرض گرفتم یا قرض دادگیم یا قرض دارم مرا نگو ما رو نگو میدونم نه که بحریدین گفته که ما خودمون حسابی میکنیم اما قرض کسی درک نیوبه ای برادر خیلی نمیشه حساب میکنیم حسابی را برادر در پیش برادرم گفتن در کاروخی یه برادر یا که بکن پوزر من پوزر ای پوزر کو بخیر تو بگه خواب بکنیم بخیر جبیا سلام علیکم سلام علیکم خوشی بشه خواب بکنیم تو بده خونه نداره وردی $10,000 ای قرض بوده که قرض گرفته کی برادر رحمتی بحریدین من آیی درک ندارم چه درک نداری من نمیدونم خیلی درک نداری برادر اومده این دعوا کیسه میگه $10,000 قرض داره ما از شما رو نگفتم که $10,000 بتین ما شما رو آگاه کردیم که برادرتون قرض بود اوید این مسئله چیکار کردیم روی حلش رو دوستانی اومدیم من نمیدونم اکا با ما هیچ کاری نیست میاد دانشگاه را دستش رسید کرد اینا اکا ملوش را موشین گرفت اینا خونه اکا کلوی ما دستگیری کرد یاردم کرد گیره روتاسیون نکنین همه اسمش قبل آخر مای کار مرا سون دادگه ای برادرو باز من شما رو نگفتم که قرض امور رو بتین ما برای حل همین مسئله اومدگیم نزد شما حالا این مسئله باشه برادر حال خیلی که خیلی ببخش حال کنم حال باشم قرض ببخش خیلی $10,000 ببخشم خیلی مرده میرود که زنده کورش کنن میگیره خیلی ببخش بروش یعنی که شما برادرو با گردن نمیگیرین قرضی برادر نه بگردن اگه تانی وای نیستیم وای اگه قرض کردیم باید خطون حل کنین اگه خیلی خیلی مورش خیلی ما باید نخنم دیگه چی بگم اکا همین عیده سیمان هیچی نمیاد اینا خورد اینه اکا یکی خورد خورد نه بگم ملوش خورد یکی خورد ولی به اکا من ملو را فهمم اکا را فهمم من یک پلیسوز گرفتم الف توز قرض کندیسم بیا دستم نمیاد پلاسوس تمام تو چی گپ رفته درباره پلاسوس گپ زدی تو درباره قرض گپ رفته کی خود ما کار خود ما کایتره یوردم تا خود یوردم کی قرار یوردم کنه برای هم دیگه ما بکشیم در اینجا یک گپو زیستی هر گپو هر خیره شما نزن یک برادر دیگه داری گفتین
همون نشستم اینجا ده. مشکل برادر یک زنم برای اون خونه‌اش دو زن گرفتگه دو همون زنش دو خونه گرفتگه برای یا خونه‌اش پوشید کارتون بگیرید پیش مون دعوا نکنین و شما برادرها همه قدر که دست شما کردک شما آره ما چیکار داریم چیکار داریم هم برادر چه کار کنیم مردم را تا چی میکنه دیگه در زندگی برادر میا که دیگه داره میتونم در جاست اینا مولا میگه گام نزدم مولا خیر کو گام زدم مولا حضلو اکای ملو تا گاو مولا گام زدم جاجو بیس چوبا کی بالا برا خونه دارم من خوش خونه ده دعوا کدام میگیری تام جد نه چین هر کدام کدام میگیری همه گجومی وای گجومی خیلی تاکاش وقتو مولا موزی کاز میکنه نمیتونه نگارم چی بیاین مرحمت. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام. بیا برادر سلام جان خوبه. شما نازنین خوبه. بخشش نورمال کرده باشه. عبدالله جون بیا بچه. بیا. کنین مرحمت. شما نازنین. جناب رحمت کنم ما هم کاری بهردین نکنم. سلام عبدالله شیخ. سلام عبدالله شیخ. خدا شما خیر باشه. برادر این بهردین برادرتون بود که بله. این رفیق تجارتی ما بوده که خب. در نتیجه همین تجارت $10,000 از من قرض گرفته بوده که این مرگ یک غافلگیر کرد انسان را هیچ کس آگاه نیست که برادر مقصد همین قرض پرداخت نکرده ماند. این برادرای دیگرتون را گفتیم هیچ به کنار نمیگیرن به گردن نمیگیرن. رحمتی دادری بهردین من یگان وقت یگان کس قرضدار نبوده لیکن شما که با دلیل با حجت واضح آمده باشه قرض من پرداخت میکنم برادر. چند قدر گفتی؟ $10,000. این همین ماشینچه ما همین حوالید ماشین ما که همون بهردین جان هم ماشین گرفته بود من میتونم برادر $10,000 باشه میتونم. خیلی عبدالله جان اینجا این کس کی؟ این عبدالله جان از طریق باباش این بچه همون بهردینه. بچه همون خداوند عمری دراز بده این نورا. بله. ما این مسئله رو حل میکنیم برادر. قرضی که در بالای بنده است باید بنده قرض رو حساب بکنه. قرضی که از جانب پروردگار است پروردگار خودش حسابش میکنه. یعنی شما به گردن میگیرن قرض؟ بله بگردن میکنم. اما جان بهردین از من قرضدار نبود. چه؟ من از بهردین قرضدار بودم. یه وقت بیزنس من کمی قفل نشینی کرده ایستاده بود. بهردین برادر نزدیک من بود. رفیق نزدیک من بود. خواست برای دستگیری برای من $10,000 داد برای پیشروی بیزنسم. من خواستم که بفهمم وارث حقیقی بهردین کی باشد. من فهمیدم که شما وارث حقیقی بهردینید. اما جان این $10,000 از بهردینه. خواستم قرضم رو پرداخت کنم. مرحمت آمده. اینا حیوان تو چیکار کردی رفت $10,000 اون را داد این $10,000 از من نیست. از برادراش نیست. از انمی عبدالله جمعه. وارث حقیقی انمی عبدالله جمعه. سلامت باشی برادر. خدا برکتون که